سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من پیروزیم. بنابراین شد که فرمت ویدیو رو یکم عوض کنیم و حداقل امکان تا جایی که میشه کوتاهش کنیم تا من بتونم نکاتی که به ذهنم میرسه رو و ترتیب دیدم برای شما بازگو کنم. اول از همه یه سری کدها رو با هم دیگه بررسی میکنیم و بعدم میپردازیم به خود آهنگ. اگه هنوز ترک هیبی جیبیز رو گوش نکرده اید میتونید از پلتفرم های معتبر مثل اسپاتیفای، یوتیوب، اپل میوزیک، ساوندکلاود و حتی خود اینستاگرام و غیره آهنگو گوش کنید و اگر هم گوش نکردین که برید اونور. اطرافیانم همیشه به من میگفتن که پارسا چرا نمیای یه موزیکی درست کنی که یه محتوای ساده و روان داشته باشه و همه بتونن باش ارتباط بگیرن. منم گفتم چه ایده خوبی، من بتونم یه موزیک تولید بکنم که حتی کسی از اسمش هم سر در نیاره. به خاطر همین هیبی جیبیز رو درست کردم. هیبی جیبیز به معنای ترس از یک فرایند ناشناخته است، به مانند ترس از موجودات غیر ارگانیک، ترسی که شما تجربهش نکردید. این اصطلاح انگلیسی هست که در واقع از دل یک کامیک بوک بیرون اومده و وقتی که ما این رو به فارسی تبدیلش کردیم، هیبی جیبیز رو با هی جیمی نوشتیم. دوست داشتم بدونم که کسی میدونه که چرا این کارو کردیم. وقایع و تایملاین آهنگ برمیگرده به اتفاقات بعد از کتابچه هاگینا. ما اتفاقات داخل هاگینا رو تجربه کردیم و حالا برمیگردیم فعلا به هیبی جیبیز که کرکتر ما یه ذره پرخاشگر شده، بی پرواتر شده و انگار نیروی داخل کتاب داره اینو اقوا میکنه. در واقع من با المان هایی که حس کردم اینها به نوعی میتونن متعلق به من باشن یه موزیک تولید کردم، خیلی راحت بخوام بگم. و هدف از آوردن پسرخاله هم توی این آهنگ جدا از مسائل تبلیغاتی این بود که پسرخاله رو ما نماد مخاطب هایی بکنیم که مضمون آهنگ رو به درستی متوجه نمیشن و همش میگن که چی گفتی؟ چی شد؟ نفهمیدم. و خیلی بی ربط و دست و پا زنان میپرن وسط آهنگ و میگن نون بگیرم و آخرش هم که دیدید چه اتفاقی افتاد. آنچه که باید رو توضیح دادم و یه دور با هم دیگه آهنگو گوش کنیم ببینیم که چی میشه. اینتروش که صدای معبد میاد، نواتم تن نمیدن به هر بیت و غزلی، چون با وسواس میگردن دنبال معنی. انگار بوده تاریکم و میخوان گاهیم عصبی بهشون میگم صبر کنیم، میگن من خود ویدرم دارت پیروزی بی بدین. وقتی چوکت کردم فقط نگو لطفم بهم دریبه با حدتون بد. دارث ویدر یکی از شخصیت ها و شرورهای اصلی سری استار وارزه که در واقع این تشبیه سازی ها انجام شده و فکر کنم اگه نشناخته باشینش یه باری دیگه دیدینش. در ارتباط با تیکه بعدم توضیح ندارم. تو بدونی نشی تو هاگینا تبیدم آمد دیارم رو بیتمشم بزادم نقیب. دمام سازه کوبه‌ای و ضربی جنوبی هاست که احتمالا شما توی مراسم های عزا و بزم های شادی آفرینشون دیدین. این سازو یه همچین ضربی داره و در ادامه این ضرب پلی میشه روی بیت. این تیکش برای شماست، شما باید بگید که داستان چی شد این وسط. هشتاد درصد صداهایی که وکال یعنی صدای منه اجرا شده توی آهنگ کامپیوتری و بلاگین نیستن
یکی از بچه‌ها اینو سوال کرده بود و صدا سازی هم و این کارو خیلی من هستم و در آینده هم خیلی بیشتر انجام خواهم داد. رو موجی سوار نیستم وقتی سیلور سرفرم، صرفم فکرمه، صرف از صرف بچست. سیلور سرفر یکی از شخصیت‌های سری مارول محسوب میشه که در واقع موج سوار نقره خودمون قدرتش رو از تختش میگیره و باز دوباره تشبیه سازیه که انجام شده و بعدش هم که سرای کاپتان هادوک میاد که از اونور میگه لعنت بر شیطون. صرف بچست و بزنیم به دل دنیای پیروزی تا شب برم بریز بزنیم بیکو با کاپیتان داشتم حسن قرارنی بگم پرسا چقدر والا مقامه یا بگم خودم گفتم خب نداره من کم برای جادو بامه جامم سیدیه بگرد داره حالی ها هینه بهم حسایه من دورتر دیسی و ساکه چا تو کارت را بی تو کاره بگیرم شهر تو دستم بایه پاکنو میفره منظورم آره دستم از سخشین خاله تو این کاره. جام منظور همون جامی هست که احتمالا شما تو اینستاگرام من دیدینش. من گاهی وقتا خواهش بنوشم توی اون جامه همیشه این کار رو انجام میدم و ویده هم که باش آشنا شدین. هاگینا هی میگه به هی سایه بتمن هم دارکتر از دیسی و ساکت دیسی ناشر بتمن که خیلی هم دارک شده تو این چند سال سیاست گذاریاشون. این دوباره تشبیه سازی ها به این شکل شده. جام تو کارتای آبی تو کارت، منظور از کارتای آبی در ادامه پارک لین و میفر منظورم. آره کسایی که مونوپولی بازی کرده باشن میدونن که این سه تا کارت دو تا کارت پدر آدم رو در میاره، یعنی گرون اجارش و منظور از اون کارت آبی و پارک لین و میفر اینه. بره دو چشم تیز بینه به اقتضا. راجع به ایسترگم قبلا با هم صحبت کردیم. به طور دقیق بخوام بگم تمام این چیزهایی که داریم بررسی میکنیم ایسترگ محسوب میشن. دادر کشم مزهر مغزی میدونی نمیره انتظار این لاتکس پوش مکار دهار دنبال هیپنوتیزمم نمیدونه که پشت صحنه نشستم. ویلسون فیسک یکی از ویلن ها و دشمن درجه یک دردویله که یه مافیایی داره و با توجه به نفوذ و باندی که داره همه چیزو زیر نظر و کنترل خودش داره. دقت کردیم مفاخر خیلی نیست اسمی دیدی پیروزی شهر آزادی خود لیبرتی سیتی. تو هم نو چشی بازی چشی تونی سیپریانی چیزی بیش از اینی سمت دست بس قپی میایی لاشی. لیبرتی سیتی یکی از شهرهای معروف جی تی ایه که هر کسی که ویدیو گیم بازی کرده احتمالاً با این شهر آشنایت داره و منظور من لیبرتی سیتی استوریز هست. بازی لیبرتی سیتی استوریز که از تشبیه سازی ها به تونی سیپریانی ربط پیدا میکنه. سلام تمریه رو دیده های کاغذی گشه ها میچینم ساکورا چه وزی گشتم داشتم مثل خودمون ندیدم راست میگی عزیزم من بی نظیرم. گیشه ها در فرهنگ ژاپن و آسیای شرق به این معنی که شما میتونید یک سری خانوم رو اجاره کنید و باهاشون وقت بگذرونید مثل دوتا پارتنر و اینها زنانگی خودشون رو میفروشن، تبحر زنانگی خودشون رو میفروشن، ابداً با روسبیگری هیچ سنخیتی ندارن. یعنی این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نگیرید. ساکورا هم گل‌های صورتی رنگی هستن که توی جلد آهنگ میتونید مشاهدهشون بکنید. باجن بیتم یه کتی میره جلو لنبودش دستش سمکی و تو جاموز دازه برام میده بقبه میگه ببود باسا هرکی بخت و بلا سوقاتم ترتیزمان خونه تم تو گیلاس جا نیافته یه قفره گدازه ها می نوازن تا صبح سنگ قبل روز بود این دعا میخونه تا گناهان بشه بخش سرور بال حالا میکنم جای فشا پنه تا دینا پشت و پناه.
هیت هم یک کتی میره جلو. لونگ و دشنه دستش اکس هم از کیوتو که یکی از شهرهای خیلی زیبا و بکر ژاپنه، از اونجا که اومد شمشیرهای لیزری استار وارز داد دست من و بقیش خیلی مهم نیست. راسپوتین که یکی از شخصیت‌های در واقع تاریخی روسی هست، یک کشیشیه که قدرت‌های ماورایی میگن داشته. من خیلی تایید نمی کنم، تکذیبم نمی کنم، فقط در همین حد میگم که بدونید کیه. که توی جلد آهنگم توی یه شیشه بطری کلش حبس شده و راسپوتین دعا میخونه تا گناهات بشه بخشش. سردر والهالا میکنم جای فرشا پنت. والهالا هم بهشت اساطیری اسکاندیناوی هاست، در واقع جنگجوهاشون اونجا میرن. آخرش هم که کار پسرخاله در اومد. فکر میکنم که حد نبود، خوب بود توضیحاتی که دادم و همه چیز رو توضیح ندادم. خیلی قسمت ها پای شما هست و دوست دارم که شما دنبالش بکنید و موشکافانه بشکافینشون. نکته دیگه این نمیمونه. امیدوارم که تونسته باشم یه لامپیو برای کلتون روشن کرده باشم. همین. شب بخیر، پیروز باشید.